ندای سکوت، تأملاتی درباره الهام، شهود و آگاهی. نویسنده بابک لطفی کیش، راوی هنگامی احیا. چون به خود زنده شوی زنده نبینی جز او، زنده آن است که جانش پر ز حضور اوست. فصل 4. دعوت به آموزه درونی. پس از آنکه انسان دو چهره ذهن را شناخت، ذهن اندیشه ورز و شعور درونی، اکنون زمان قدم گذاشتن به مرحله عمیق‌تر فرا رسیده است. مرحله‌ای که دیگر موضوع شناخت مفهومی نیست، بلکه دعوتی است به شنیدن و زیستن حضور درونی. تا اینجا فهمیدیم که ذهن می‌اندیشد، تحلیل می‌کند، می‌سنجد و قضاوت می‌کند و در کنار آن شعوری آرام و بی صدا وجود دارد که تماشاگر همه این حرکت هاست. اما شناخت این شعور تنها آغاز راه است. آنچه مسیر را کامل می‌کند آموختن از خود آن است، آموزه‌ای که بیرون از کتاب و سخن و اندیشه زاده نمی شود، بلکه از ژرفای سکوت می جوشد. بیشتر مردم زندگی را صرف جستجوی آموزگار بیرونی می کنند. کسی که چیزی تازه بیاموزد، راهی نو نشان دهد یا پاسخ پرسش‌ها را بدهد. آنان از کلاس به کلاس، از کتاب به کتاب و از سخن به سخن دیگری می روند. گویی حقیقت همواره جایی بیرون از خودشان پنهان شده است. این جستجوی بیرونی خود نشانه آتش انسان برای دانستن است. اما تا زمانی که نگاه به بیرون دوخته باشد، سرچشمه اصلی نادیده می‌ماند. آموزه‌ای که انسان در پی آن است، نه در گفتار دیگران کامل می‌شود و نه در انباشت مفاهیم ذهنی. این آموزه تنها زمانی آشکار می‌شود که انسان به درون بازگردد و در هوشیاری معوا بگیرد. دعوت به آموزه درونی دعوت به توقف است. توقف در میان دویدن‌های پی در پی ذهن. بیشتر لحظه‌های زندگی ما در تعقیب آینده یا بازنگری گذشته سپری می‌شود. ذهن یا چیزی را می‌خواهد که هنوز نیامده یا با چیزی درگیر است که گذشته و پایان یافته است. در این میان لحظه اکنون تنها دروازه‌ای که آموزه حقیقی می‌تواند از آن وارد شود، اغلب نادیده گرفته می‌شود. آموزه درونی به ما می‌آموزد که حقیقت نه در آینده‌ای که وعده داده شده پنهان است و نه در خاطره‌های کهنه. حقیقت همینجاست، در آرامترین بخش وجود، در سکوتی که زیر هیاهوی فکر نفس می‌کشد. وقتی انسان نخستین بار صدای آموزه درونی را میشنود، ممکن است آن را با فکر اشتباه بگیرد، زیرا ذهن نیز همواره صدا دارد و پیشنهاد میدهد و سخن میگوید. اما تفاوت میان این دو بسیار است. فکر پر از واژه و تردید است، میپرسد، نتیجه گیری میکند و مدام تغییر موضع میدهد. آموزه درونی اما واژه ندارد، بیشتر شبیه به یک حس دانستن است تا یک جمله. دانستنی که نه از استدلال زاده شده و نه بر ترس و امید بنا گشته است. گویی حقیقت بی صدا و بی واسطه خود را در عمق جان نشان می دهد. دعوت به آموزه درونی دعوت به اعتماد است. اعتمادی لطیف که برخلاف عادت ذهن می ایستد. ذهن به هر چیز باید دلیل داشته باشد. می‌خواهد همه چیز را ثابت کند و برای هر حرکت سندی بیابد. آموزه درونی اما بر تجربه زنده استوار است، نه بر اثبات ذهنی. انسان آرام آرام در می‌یابد که لازم نیست همه چیز را بفهمد تا به آن اعتماد کند. گاهی کافی است حقیقت را همچون نفسی نرم درون خود حس کند و به راهنمایی آن تن بسپارد.
این آموزه هیچ کس را مجبور به تغییر ناگهانی نمی کند. راه آن آرام است، همان گونه که خود حضور آرام است. انسان نه با جنگیدن با ذهن، بلکه با دیدن آن به آموزه درونی نزدیک می شود. هر بار که اندیشه‌ای برمیخیزد و مشاهده می شود بی آنکه به دنبالش کشیده شویم، روزنه‌ای برای شنیدن آموزه درونی گشوده می شود. در این روزنه‌های کوتاه آرامشی لطیف پدیدار می شود که هیچ آموزگار بیرونی قادر به بخشیدن آن نیست. دعوت به آموزه درونی یعنی پذیرفتن اینکه انسان از اساس آموزه را در وجود خود دارد. هیچ چیز تازه‌ای وارد وجود او نمی شود. فقط پرده هایی که بر آگاهی کشیده شده اند کنار می روند. آنچه آشکار می شود چیزی است که همیشه بوده، دانشی که از ذهن نمی آید بلکه از سکوت زنده درون برمی خیزد. وقتی این آگاهی بیدار می شود زندگی شکل تازه‌ای می یابد. انسان نمی کوشد جهان را تصحیح کند، نخست خود را می بیند، آرام می شود و از همین آرامش رفتار و نگاهش دگرگون می گردد. این دعوت نه دعوت به گوشه نشینی است، نه ترک زندگی روزمره. آموزه درونی درست در دل ساده ترین لحظه ها فعال می شود. در راه رفتن، کار کردن، گفتگو کردن و حتی در دل رنج ها. هر جا که مکسی کوتاه پدید آید و انسان از موج فکر فاصله بگیرد، آموزه درونی فرصت حضور می‌یابد. جهان بیرون همان است که بود، اما نگاه تغییر می‌کند و همین تغییر نگاه آغاز دگرگونی حقیقی است. دعوت به آموزه درونی در نهایت دعوت بازگشت به خویشتن است. نه خویشتن ذهنی که ساخته خاطره و باور است، بلکه آن حضور ساکت و همیشه بیدار که پشت همه نقش ها ایستاده است. آنجا که انسان می ایستد و بی هیچ تلاش اضافه‌ای فقط هست. آموزه آغاز می شود. در این هستن ساده زندگی به جای مسئله بودن به راز زیستن بدل می شود. رازی که نه با فکر حل می شود و نه با واژه فهمیده، بلکه تنها می توان آن را زیست. گنج نهان سرچشمه خاموش در زندگی انسان هست که کمتر به آن گوش سپرده می شود، که بیشتر عمر دست نخورده باقی می ماند. نه به این دلیل که پنهان است یا دور از دسترس، بلکه چون ذهن همواره نگاه را از درون به بیرون می کشد. ما به جستجوی شادی، معنا و آرامش در جهان بیرون خو گرفته ایم. در موفقیت، در اندوختن، در دیده شدن و در دانستن بیشتر. اما این جستجوی بیوقفه گنج را دورتر نمی کند، بلکه چشم ما را از دیدنش باز می دارد. گنجی که همان دانایی خاموش و شعور درونی انسان است. آنچه به دنبالش هستیم همواره با ما بوده است، اما سر و صدای فکر اجازه نداده حضورش را احساس کنیم. این دانایی خاموش زمانی شنیده می شود که ذهن از غوغا می ایستد. بیشتر انسان‌ها این حالت را با نبودن صدا یکی می‌دانند، در حالی که بیرون می‌تواند خاموش باشد و درون سرشار از آشوب. این حالت حقیقی زمانی آغاز می‌شود که ذهن دست از گفتگوی بی‌پایان خود برمی‌دارد، حتی برای چند ثانیه کوتاه. در همین فاصله کوتاه است که حضور گنج آشکار می‌شود. همان آگاهی آرامی که همیشه بوده، فقط دیده نمی شده است. وقتی نخستین بار روزنه‌ای از این حالت گشوده می شود، تجربه‌ای لطیف پدید می آید. حسی شبیه آرام شدن آب پس از موجها. ناگهان چیزی تغییر نمی کند. جهان همان است. مسئله ها همچنان پابرجا هستند. اما نگاه دیگر همان نگاه سابق نیست. انسان حس می کند بار سنگینی که سالها بر درونش نشسته بود
اندکی سبک شده است، بی آنکه اتفاق بیرونی خاصی رخ داده باشد. نوعی رهایی در سینه می‌دود، آرام و بی صدا. این آگاهی با هیاهو ظاهر نمی شود. نه نشانه شگفت‌انگیزی دارد و نه احساسی انفجاری. حضورش نرم است، چون نسیمی که شاخه ها را تکان می دهد، بی آنکه گرد و خاکی بپا کند. بسیاری از انسانها چون به دنبال تجربه بزرگ و پررنگند، این حضور ظریف را نادیده می گیرند. تصور می کنند اگر بیداری باشد باید عجیب و متفاوت باشد. اما حقیقت این است که این حضور همیشه بسیار ساده می آید. آنقدر ساده که ذهن عادت کرده به هیجان گمان می کند چیز مهمی رخ نداده است. نشانه بیداری شعور درون تغییر در کیفیت نگاه است، نه تغییر در ظاهر زندگی. انسان به جای واکنش‌های تند مکث می‌کند، به جای قضاوت فوری می‌نگرد، به جای غرق شدن در فکر فاصله کوچکی میان دیدن و واکنش پیدا می شود. همین فاصله کوچک جایگاه آشکار شدن حضور است. هر جا که میان فکر و عمل مکسی بیفتد، شعور مجال حضور پیدا می کند. بودن به انسان می آموزد که حقیقت نیازی به اثبات ندارد. حضور را نمی شود توضیح داد، تنها می توان آن را تجربه کرد. همان گونه که نمی توان طعم آب را با 1000 واژه شرح داد، اما با یک جرعه نوشیدن حقیقت آن آشکار می شود. این حالت جرعه حضور است. با هر بار نوشیدن آن انسان کم کم به خردی می رسد که از ذهن نمی آید. دانایی بیواژه که راه را نشان می دهد، بی آنکه چیزی تحمیل کند. در این مسیر ذهن گاه مقاومت می کند، زیرا ذهن به حرکت عادت کرده است و این حالت را تهدیدی برای اقتدار خود می بیند. می کوشد آن را به خواب، رخوت یا بیهودگی تعبیر کند. اما حالت حقیقی تنبلی نیست، بیداری است، جایی که انسان کاملا هوشیار است، بی آنکه در موج فکر گرفتار باشد. در این بیداری خاموش گنج درون فرصت می‌یابد خود را آشکار کند. با گذشت زمان انسان در می‌یابد که این گنج نه چیزی برای اندوختن است و نه نیرویی برای قدرت‌جویی. آن همان شعور زنده‌ای است که جهان را در حرکت نگه می‌دارد و در انسان نیز جریان دارد. وقتی نگاه از بیرون به درون برمیگردد، انسان می‌فهمد که جدا از این شعور نیست. همان جریانی که ستارگان را میچرخاند در تپش قلب انسان نیز جاری است. این فهم بدون هیاهو میآید، آرام، چون سپیده‌ای که پیش از طلوع خورشید جهان را روشن می‌کند. این حضور نه وعده آینده است و نه خاطره گذشته. حضوری است که همکنون در دسترس است. هر بار که انسان دمی چشم از غوغای فکر بر می دارد و تنها شاهد بودن را تمرین می کند، دریچه‌ای به این گنج گشوده می شود. نه گشایشی پر سر و صدا، بلکه مکاشفه نرم و پیوسته که آرام آرام زندگی را دگرگون می کند. در پایان کشف گنج به معنای ترک جهان نیست، بلکه ورود به جهان با نگاهی تازه است. انسان هنوز کار می کند، می اندیشد، برنامه می چیند و تصمیم می گیرد. اما در ژرفای این حرکت ها دیگر تنها نیست. شعور درونی همراه اوست. بدون آنکه سخن بگوید راه را نشان می دهد و انسان را به سرچشمه آرام وجودش باز می گرداند. تفاوت آموزه ذهنی و آموزه درونی. بیشتر آنچه انسان در طول زندگی می آموزد آموزه های ذهنی است. دانسته هایی که با خواندن، شنیدن، حفظ کردن و تکرار به دست می آیند. ذهن همچون انبار بزرگی عمل می کند که اطلاعات را دسته‌بندی کرده و ذخیره می سازد. این آموزه ها برای زندگی روزمره ضروری اند. زبان، مهارت، قوانین، علم و تجربه های اجتماعی همه از همین جنسند.
اما مشکلی پنهان در این نوع آموزش وجود دارد. ذهن هر آنچه را می‌آموزد بخشی از من فکری می‌کند. دانسته ها به تدریج تبدیل می‌شوند به هویت. انسان خود را با آنچه می‌داند تعریف می‌کند و از همینجا جدایی و قضاوت آغاز می‌شود. در آموزه ذهنی همیشه یادگیرنده وجود دارد و موضوع یادگیری. یک کسی است که نمی‌داند و می‌خواهد بداند و دیگری دانشی است که باید به دست آید. این ساختار فاصله می‌آفریند. انسان گمان می‌کند چیزی را کم دارد و باید آن را از بیرون کسب کند تا کامل شود. در این نگاه حقیقت شبیه گنجی دوردست می‌شود که باید با تلاش فکری به آن رسید. ذهن دائما در حرکت است، سؤال می‌سازد، پاسخ می‌جوید، نظریه می‌سازد و دوباره آن را زیر سؤال می‌برد. این چرخه پایان ندارد و انسان را در مرز ناآرامی دائمی نگه می‌دارد. آموزه درونی ماهیتی کاملا متفاوت دارد. در آن نه یادگیرنده‌ای جدا وجود دارد و نه مطلبی برای اندوختن. دانستن بیواسطه پدیدار می‌شود. گویی حقیقت خود آشکار می‌شود، نه اینکه توسط فکر ساخته شود. در این تجربه انسان حس می‌کند چیزی به دست نیاورده است، بلکه چیزی از روی چشمش برداشته شده است. پرده کنار می‌رود و آنچه بوده دیده می‌شود. این دانستن نه به حافظه اضافه می‌شود و نه به هویت ذهنی وصل می‌گردد، تنها به روشن‌تر شدن حضور می‌انجامد. ذهن با انباشت دانش بزرگ می شود، اما آموزه درونی با رها شدن سبک می شود. ذهن با گرفتن قوت می گیرد، حضور با رها کردن. ذهن می خواهد بداند چرا و چگونه، اما آموزه درونی می گوید ببین پیش از آن که تفسیر کنیم. ذهن دنبال تعریف هاست. آموزه در سکوت بی تعریف زنده است. ذهن می‌کوشد همه چیز را در قالب واژه بریزد. آموزه درونی پیش از واژه‌ها حضور دارد و بیرون از آنها می‌ماند. در آموزه ذهنی انسان بیشتر از آنکه دگرگون شود انباشت می‌کند. ممکن است دانش فراوانی داشته باشد، اما آرامش اندکی تجربه کند. چه بسا کسی که 10 کتاب خوانده هنوز درونش مضطرب، خشمگین و یا سردرگم باشد. زیرا ذهن آموزش دیده اما حضور بیدار نشده است. آموزه درونی به جای افزودن لایه‌ای تازه بر ذهن، لایه ها را کنار می‌زند. انسان بیشتر نمی‌داند، بلکه ساده تر می‌بیند و همین دیدن ساده زندگی را تغییر می‌دهد. نشانه آموزه ذهنی پرحرفی درونی است. گفتگوی پیوسته‌ای که مدام در پی تحلیل و قضاوت است. نشانه آموزه درونی سکوتی زنده است. سکوتی که در آن وضوح و آرامش با هم حضور دارند. ذهن آموزش دیده می‌خواهد نتیجه بگیرد و جمع‌بندی کند. حضور بیدار نیازی به جمع‌بندی ندارد. همان بودن روشن کافی است. تفاوت این دو آموزه را در شیوه تصمیم گیری نیز می‌توان دید. ذهن هر انتخابی را با ترازوی سود و زیان می‌سنجد و گاه سالها در تردید می‌ماند. آموزه درونی اما از جایی نرمتر پاسخ می‌دهد. حسی آرام که می‌گوید این درست است یا درست نیست. این حس از هیجان نمی‌آید، از سکون می‌آید. انسان می‌آموزد که به تدریج به این نشانگر درونی گوش دهد، اگرچه ذهن هنوز پرسش‌های بی‌پایانی دارد. برتری آموزه درونی بر آموزه ذهنی در این نیست که آدم را بی‌نیاز از فکر می‌کند، بلکه فکر را در جای درستش می‌نشاند. انسان همچنان می‌اندیشد، برنامه می‌ریزد و تحلیل می‌کند، اما دیگر در اسارت فکر نیست. فکر به خدمت حضور در می‌آید، نه بالعکس. این تغییر کوچک انقلابی آرام در زندگی می‌سازد. در نهایت آموزه ذهنی چیزی را به تو می‌دهد. آموزه درونی تو را به آنچه هستی باز می‌گرداند.
یکی بر لایه‌های ذهن می‌افزاید، دیگری حجاب‌ها را کنار می‌زند. یکی تو را انباشته‌تر می‌کند، دیگری سبکتر می‌سازد. و آنجا که سبک می‌شوی، راه حضور روشن می‌شود. راهی که نه از بیرون می‌آید و نه به پایان می‌رسد، بلکه همواره در سینه اکنون جریان دارد. چگونه این آموزه را بشنویم؟ شنیدن آموزه درونی نیاز به مهارتی پیچیده یا تمرینی سخت ندارد. برعکس، به کنار گذاشتن پیچیدگی ها نیاز دارد. نخستین گام یاد گرفتن ایستادن است، نه ایستادن جسم، بلکه ایستادن حرکت پیوسته ذهن. بیشتر مردم گمان می‌کنند شنیدن صدای درون کاری خاص و دشوار است که تنها عارفان یا سالکان می‌توانند انجام دهند. اما حقیقت این است که این گوش در همه انسان‌ها از آغاز باز بوده است. فقط عادت به شنیدن از بیرون آن را از کار انداخته است. شنیدن آموزه درونی با مشاهده فکر آغاز می‌شود. هر بار که اندیشه‌ای از ذهن می‌گذرد و به جای دنبال کردنش فقط آن را می‌بینی، سکوتی کوتاه پدید می‌آید. این سکوت فاصله است میان تو و فکر، روزنه‌ای که آموزه درونی از آن دیده می‌شود. نیاز نیست فکری را از بین ببری یا با آن بجنگی. تنها کافی است حضور داشته باشی و گذر آن را ببینی، همان گونه که عبور ابر را در آسمان می‌بینی. در آغاز ممکن است این مشاهده تنها چند ثانیه دوام بیاورد. ذهن سریع باز می‌گردد و رشته توجه را می‌رباید. این طبیعی است. هنر شنیدن آموزه درونی در پایداری نرم است، نه در اجبار و سختگیری. هر بار که متوجه شدی دوباره غرق فکری شدی، به سادگی بازگرد و نگاه کن. هیچ سرزنشی، هیچ فشار اضافی لازم نیست. بازگشت‌های کوچک سکوت‌های عمیق را می‌سازند. راه دیگر شنیدن بازگشت به بدن است. بدن همیشه در اکنون زندگی می‌کند. وقتی توجه از فکر به حس نفس، ضربان قلب یا احساس پاها بر زمین باز می‌گردد، ذهن آرامتر می‌شود. این بازگشت به بدن تمرینی ذهنی نیست، بلکه بازگشتی به واقعیت زنده است. نفس کشیدن آگاهانه، نشستن چند دقیقه در سکوت و فقط لمس حس بدن دروازه‌های ساده‌ای به آموزه درونی اند که هر زمان در دست رسند. شنیدن آموزه درونی از مکث‌های کوتاه زندگی آغاز می‌شود، نه از نشست‌های طولانی مراقبه. مکث‌هایی چند ثانیه‌ای در میان کار روزانه، پیش از پاسخ دادن، پیش از حرکت کردن یا هنگام قدم زدن. انسان اگر فقط برای چند لحظه بایستد و به بودن خود توجه کند، رشته فکر می‌گسلد و صدای سکوت شنیده می‌شود. این مکث‌ها شاید کوچک باشند، اما مداومت آنها عمیق‌ترین دگرگونی‌ها را می‌آفریند. گاهی آموزه درونی به شکل یک اشراق نرم پدیدار می شود. حسی از درستی، آرامشی بی‌دلیل یا دانستنی که از استدلال نیامده است. شنیدن این آموزه بیشتر شبیه حس کردن است تا شنیدن با گوش. انسان کم کم در می‌یابد که لازم نیست همه چیز را توضیح دهد. کافی است به لطافت این احساس اعتماد کند. مانع بزرگ شنیدن آموزه درونی شتاب ذهن است. ذهن می‌خواهد سریع نتیجه بگیرد و تجربه را تفسیر کند، اما هر تفسیری پرده‌ای تازه بر حضور می‌کشد. شنیدن حقیقی در بی تفسیری رخ می‌دهد، در نشستن با تجربه بی آنکه نامی بر آن بگذاری. همان گونه که به صدای باران گوش می‌دهی بی آنکه تحلیلش کنی، به سکوت درون نیز باید همان گونه گوش داد بی آنکه بخواهی توضیحی بدهی. بسیاری می‌پرسند اگر آموزه درونی را شنیدم از کجا بفهمم توهم نیست؟ نشانه روشن آموزه حقیقی آرامش و روشنایی است.
اگر چیزی که در دل تو برمیخیزد با اضطراب، ترس یا هیجان تند همراه باشد، ساخته ذهن است، نه صدای درون. آموزه درونی همیشه با سکوتی لطیف همراه است. حتی اگر تو را به تصمیمی دشوار دعوت کند، در دل آن تصمیم آرامشی عمیق جریان دارد. هنگامی که شنیدن رشد می کند، انسان کمتر در پی راهنمای بیرونی می دود. نه اینکه آموزگار یا کتاب بی ارزش شوند، بلکه نقش آنها عوض می شود و تنها تو را به حقیقت درون خود باز می گردانند. آموزه درونی جایگاهی می یابد که هر سخن بیرونی را از صافی حضور می گذراند و تنها آنچه با سکون دل هم‌آواست می پذیرد. در نهایت شنیدن آموزه درونی یعنی بازگشت به گوش همیشه باز جان، گوشی که زیر لایه‌های عادت خاموش شده بود و اکنون آرام آرام بیدار می شود. این بیداری بی صداست، اما زندگی را دگرگون می کند. از آن پس انسان نه با هجوم افکار، بلکه با آرامش حضور تصمیم می گیرد. نه از ترس، بلکه از اتصال به نیروی زندگی درون گام بر می دارد. نشانه های آموزه درونی در زندگی روزمره. وقتی آموزه درونی بیدار می شود، زندگی از بیرون تغییر ناگهانی نمی کند، اما کیفیت تجربه دگرگون می شود. همان کارها ادامه می یابد، همان آدمها حضور دارند، همان مسئله ها گاهی سر بر می آورند، اما انسان دیگر همان فرد پیشین نیست. نشانه حضور آموزه درونی نه در رخدادهای خارق‌العاده، بلکه در ساده ترین رفتارها پیداست. در آرامتر واکنش نشان دادن، در چهره نرمتر و در فاصله کوتاه میان آنچه پیش می آید و آنچه در پاسخ انجام می شود. نخستین نشانه کاهش شتاب در واکنش هاست. پیشتر ذهن به محض دیدن یا شنیدن چیزی فوراً اظهار نظر می کرد و انسان بیدرنگ واکنش نشان می داد. اکنون اما مکسی کوتاه پدید می آید، مکسی که انگار به انسان فرصت می دهد پیش از گفتن یا انجام دادن ببیند. همین مکس چند ثانیه‌ای تفاوتی بزرگ می سازد. انسان آرامتر انتخاب می کند و کمتر از روی ترس یا خشم سخن می گوید. نشانه دوم، شفاف شدن احساسات است. پیشتر احساسات آشفته می شدند و انسان در آنها گم می گردید. خشم می آمد و همه چیز را می پوشاند. غم می آمد و نگاه تیره می شد. اکنون احساسات هنوز می آیند، اما دیده می شوند. خشم یا اندوه دیگر مالک آگاهی نیستند. مهمانانی می شوند که می آیند و می روند، بی آنکه خانه دل را تصرف کنند. این مشاهده آرام آزادی تازه‌ای می آورد. نشانه سوم، سادگی در تصمیم گیری است. ذهن به جای پیچاندن انتخاب‌ها در هزار توی تحلیل زودتر به وضوح می رسد. نوعی حس درستی همراه تصمیم پدید می آید. نه هیجان زده و نه مضطرب، بلکه آرام و مطمئن. این حس همان پژواک آموزه درونی است که انسان را راهنمایی می کند، بی آنکه مجبورش بسازد. نشانه چهارم، تغییر رابطه با دیگران است. انسان کمتر می‌خواهد خود را اثبات کند و کمتر نیازمند پیروزی در بحث هاست. شنیدن جای گفتن افراطی را می‌گیرد. قضاوت نرمتر می شود و شفقت طبیعی تر می جوشد. نه اینکه انسان همه را تایید کند، بلکه نگاهش انسانی تر می شود. به جای دیدن خطا، رنج طرف مقابل را می بیند و پاسخها از دل آرامش می آیند.
نشانه پنجم دگرگونی در تجربه رنج است. رنج‌ها پایان نمی‌یابند، اما شکل مواجهه با آنها تغییر می‌کند. انسان دیگر در برابر سختی‌ها فرو نمی‌ریزد یا در شکایت غرق نمی‌شود. آموزه درونی در دل رنج حضوری آرام می‌آفریند، حضوری که می‌گوید این نیز می‌گذرد. نشانه ششم افزایش حس قدردانی بی‌دلیل است. قدردانی دیگر وابسته به موفقیت یا دستاورد نیست. انسان گاهی بی هیچ مناسبت خاصی حس سپاس در دل می‌یابد، برای نفس کشیدن، برای نور، برای بودن. این سپاس خاموش نشانه تماس با گنج سکوت است. نشانه اینکه آگاهی از وابستگی بیرونی آرام آرام رها می شود. نشانه هفتم آشتی با اکنون است. ذهن کمتر خود را میان گذشته و آینده چند تکیه می کند. لحظه حاضر بیشتر خانه انسان می شود. راه رفتن، چای نوشیدن، صحبت کردن یا نشستن همه ساده تر و زنده تر تجربه می شوند. آموزه درونی زندگی را از حالت مسئله‌ای که باید حل شود بیرون می آورد و آن را به جریانی که باید زیسته شود بدل می کند. در نهایت نشانه های آموزه درونی آرام و بی ادعا هستند. کسی که به این آموزه نزدیک می شود ضرورتاً متفاوت جلوه نمی کند. شاید هیچ کس متوجه تغییری نمایان نشود، اما در درون انسان جهانی تازه گشوده می شود. جهانی که در آن سکوت زنده است و شعور درونی راهنماست. او می آموزد که بزرگترین دگرگونی ها بی هیاهو رخ می دهند، درست همان گونه که سپیده بی صدا شب را کنار می زند. آموزگار خاموش. روزی مردی نزد پیر فرزانه‌ای آمد و گفت در تصمیم‌ها سردرگم می‌شوم، نمی‌دانم به کدام صدا اعتماد کنم. پیر پرسید وقتی تشنه می‌شوی چه می‌کنی؟ مرد گفت می‌دانم باید آب بنوشم. پیر گفت آن دانستن را چه کسی به تو آموخته؟ مرد مکث کرد و گفت هیچ کس. پیر فرزانه لبخند زد و گفت همان آموزه درونی است. پیش از فکر می آید، بی صدا و آرام. اگر صدایی تو را می ترساند یا هل می دهد از درون نیامده است. مرد پرسید پس چرا گاهی آن را نمی شنوم؟ پیر گفت چون به دنبال پاسخ می گردی، نه حس. آموزه درونی بیشتر خود را به صورت آرامش یا انقباض نشان می دهد، نه به شکل یک جمله. مرد لحظه‌ای درنگ کرد و گفت الان چیزی در من آرام است. پیر فرزانه به او نگریست و آرام گفت دانش حقیقی نیز چنین است. کسی آن را به تو نمی دهد. اگر به سکوت بنشینی خودش از دلت خواهد جوشید. مرد پرسید پس این همه آموزگار و کتاب چه هستند؟ پیر لبخندی آرام زد و گفت آموزگاران حقیقی نیامدند که جای راهنمای درون را بگیرند. آمدند تا نشان دهند چگونه به درون بازگردی. تعالیم آنان راهی است برای رفتن به سکوت، برای آشنا شدن با هستی درون خودت و برای برقرار کردن ارتباط با همان راهنمای خاموشی که همیشه در تو بیدار بوده است. آنان چراغند، نه مقصد. نشانه می‌گذارند، نه اینکه خود راه را طی کنند. و سپس آرام افزود کتاب ها نیز نقشند، راه را نشان می دهند، اما قدم زدن در مسیر با خود توست. هیچ آموزگاری نمی تواند به جای تو به چشمه برسد، زیرا چشمه در دل تو می جوشد. پایان فصل 4.